درود دوستان. گاهی زندگی آروم و بی صدا چیزی رو از ما میگیره. نه با دعوا، نه با خیانت، نه با یک اتفاق بزرگ، بلکه با سکوت. دو دوست رو تصور کن. سالها کنار هم بودن، خاطره ساختن، به هم تکیه کردن، رازهاشون رو با هم در میون گذاشتن. اما امروز ماهاست که حتی یک پیام هم بینشون رد و بدل نشده. هیچ کدوم تصمیم نگرفتن که دوستی رو تموم کنن. فقط یکی گفت بعداً زنگ میزنم. اون یکی گفت این هفته سرم شلوغه و هفته ها تبدیل شد به ماها و ماها تبدیل شد به سالها. این اتفاق برای میلیون ها نفر تو دنیا رخ میده. اما سوال اینجاست: چرا بعضی از دوستی ها طولانی دوام میارن اما بعضی ها آروم آروم محو میشن؟ روانشناسا میگن دوستی یک اتفاق نیست، یک مهارته. مهارتی که اگه یادش نگیریم حتی بهترین رابطه ها هم ممکنه از بین برن. اولین راز: ارتباط رو زنده نگه دار. دوستی مثل آتیشه، اگه هیزم بهش نرسه خاموش میشه، یا مثل درخت، اگه آب بهش ندی خشک میشه. لازم نیست هر روز ساعت‌ها حرف بزنی، گاهی فقط یه پیام کوتاه: امروز یادت افتادم، حالت چطوره؟ همین جمله میتونه پلی باشه که رابطه رو از فراموشی نجات بده. راز دوم: غرور رو کنار بذار. خیلی از دوستی‌ها نه به خاطر اشتباه بلکه به خاطر غرور تموم میشن. هر دو نفر منتظرن طرف مقابل تماس بگیره. هر دو فکر میکنن اگه من اول شروع کنم کوچیک شدم. اما حقیقت چیز دیگه ایه. غرور قبرستان خیلی از رابطه‌های زیباست. راز سوم: در سختی‌ها کنار هم باشید. اکثر آدم‌ها در روزهای خوب کنارمون هستن، اما کسی که در روزهای سخت به هیچ منفعتی کنارمون میمونه به بخشی از زندگیمون تبدیل میشه. انسان‌ها شاید حرف‌ها رو فراموش کنن، اما حس حمایت رو فراموش نمی‌کنن. راز چهارم: آدم‌ها تغییر می‌کنن. 20 سالگی با 40 سالگی فرق داره. شغل، خانواده، مسئولیت، همه اینها زمان آدم‌ها رو تغییر میده. گاهی دوستت کمتر پیام میده، نه چون کمتر دوستت داره، بلکه چون زندگیش سنگین‌تر شده. اگه اینو بفهمی کمتر دلخور میشی. راز پنجم: قدردانی رو به تأخیر ننداز. چند بار به دوستت گفتی از بودنت خوشحالم؟ ما معمولاً بعد از دست دادن آدم‌ها ارزششون رو میفهمیم، اما شاید هنوز فرصت داشته باشیم همین امروز این جمله رو بگیم. آره رفیق، بهش بگو از بودنت خیلی خوشحالم. راز ششم: اعتماد شکننده‌تر از شیشه است. یک رازی که فاش میشه، یک دروغ کوچک یا یک قضاوت عجولانه، گاهی سالها اعتماد کردن رو نابود میکنه. اعتماد قطره قطره ساخته میشه، اما ممکنه در یک لحظه فرو بریزه. درد دل کردن، به قول معروف سفره دلش رو واسط پهن کرده. سعی کن ارزش این اعتماد رو داشته باشی. راز هفتم: دوستی باید دو طرفه باشه. اگه همیشه تو پیام میدی، فقط تو احوال میپرسی، فقط تو برای دیدار برنامه میریزی، شاید وقتش رسیده اینو بپذیری که دوستی یه جاده دو طرفه است. رها کردن یک رابطه یک طرفه گاهی شکست نیست، بلکه احترام گذاشتن به ارزش خودته. و در این مسیر دوستی که جاده‌اش دو طرفه است، هر کس باید به اندازه خودش وقت و انرژی بذاره. شاید راز ماندگاری دوستی ها در کارهای بزرگ نباشه. شاید همه چیز به چند رفتار کوچیک برگرده: یک تماس، یک عذرخواهی، یک بخشش، یک تشکر و چند دقیقه وقت گذاشتن برای کسی که روزی بخشی از زندگیتون بوده. اگه امروز یاد کسی افتادی، بعد از تموم شدن این ویدیو فقط یک پیام برش بفرست. شاید همون پیام شروع دوباره یک دوستی باشه که فکر میکردی برای همیشه تموم شده. دوستی واقعی یعنی بعد از سالها وقتی دوباره هم دیگر رو میبینید احساس نکنید با هم غریبه شدید. در آخر تا دیدار بعد مراقب بودنتون باشید.